بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رهبر گرانقدر محترم الحاج سرجنرال عبدالرشید دوستان، با اجازه رهبر محبوب ابرمرد تاریخ پدر معنوی محترم الحاج سرجنرال عبدالرشید دوستان، من که اسم مبارکشان را بگیرم. الحاج سرجنرال عبدالرشید دوستان، من که اسم مبارکشان را بگیرم نظر بسندم کمال بیادبی میدانم، ولی هر لحظه که اسمشان را تلفظ می نمایم احساس آرامش به قلبم پیدا می شود، احساسم اوج می کند، لذا چند کلمه نوشتم هر قدری که توصیف کنم تمام نوجوانی می کند، چون که زیاده وقت گرانبهایشان را نگیرم نوشته خویش را به گونه اختصار و خدمتشان قرائت می نمایم. پدر بزرگوارم، امروز نزد شما آمدم و از شما چیزی بخواهم، اینکه در سنه مبارزه در مقابل طالبان اجیر در گاه‌های سر در فلک کشیده بلخاب من در دنیا نبودم. پدرم اسمم را تیمور بیگ گذاشته بود. از شما میخواهم اسم دومیم یعنی تخلصم را بگذارید و کمرم را ببندید، برای من دعا بدهید تا بتوانم در آینده مانند شهدای راه آزادی اعضای پر افتخار جنبش ملی اسلامی افغانستان در زیر چترین حزب مبارزه کنم. از این طریق رئیس شهردار را تعقیب کنم، آرزوی خاصیان را برآورده کنم، در مقابل معامله بران و وطن فروشان مانند کاره‌آرک و آتش ایستاده باشم. پدر بزرگوارم، من این همه را میگویم اگرچه سنت تقاضا نمیکند، ولی چطور کنم؟ خون تیموریان در رگهایم جریان دارد و مرا نمیگذارد که دست بر لاشه بنشینم. برای خود یک ناراحتی احساس میکنم. و در آخر قهرمانم بارکن. شکر لله دوستم ده قهرمانم بارکن. رستم دوستان ده آخشار پهلوانم بارکن. چرچم هستندش بلاش قلبه ورش باتر سباد bez وجود که بیغلگر تایگه زمان بارکن و ایدبای اولاد دبای طالب نکودی دغمتو بر سپا سالار سادم باسمان بارکن یکی مثل دوستر بس دوست من بیادم است جدی رکتن قهرمان الارسلان بارکن از بگم اصلیتم کلده وی داخل قرار احتمالتن خچلر تازه بشانم بارکن. فقر در من دوستم برک باره نامند برزمت دنیاده این نامه نشانم بارکن. سرخلم برلن بغد دارم دیاسل نیاده رابره حاله مخابم قهرمان بارکن. Benim belim tımarlayın. Benim belim tımarlayın. Benim belim tımarlayın. Ama canısı şunu şehrin 10 televizyonuna ver avut giyin. Onu şunu. Sonra şu bir gomlet. Hey, ma. Ma. Ayak kayıp olmak. Şu bir gomlet. Hey. Hey.